بیا یه بار برای همیشه بهت بگم این دو تا موتور چه تفاوتایی با هم میکنن تا بتونی بهتر انتخاب کنی. VFD نیو فیس و فیس قدیم هیچ تفاوت انجینی با هم نکردن. تفاوتاشون بیشتر ظاهریه. موتور فیس قدیم رو میبینی که سالهای سال تو بازار بوده، معروف موشک زمین به زمین، و حالا نیو فیسش اینجاست که کاملا ظاهر موتور به روزستانی شده، از گلگل جلو تا عقب کاملا تغییر کرده. دیلایت ها، چراغ، راهنما همه تفاوت کرده. یه مقدار داشبورد موتور پهن‌تر شده، برای همین احساس امنیت بیشتری تو سرعت‌های بالا میکنید. مشخصه مهم، زین پهن‌تر که تو سری قبلی ایراد میگرفتن به موتور. و یکی از جذابیت‌های موتور کیلومتر جدیده که خیلی قشنگ‌تر شده، کاور اگزوز جدید و چراغ عقب جدید. دومین مشخصه خیلی مهم اینجاست، کیلس. موتور کیلس شده و دیگه سویچی نیستش. همین تفاوت‌های موتور همین بودش. حالا شما باشین فیس جدید رو میگیرین یا فیس قدیم، انتخاب با خودتون.